سلام، خیلی خوش اومدید دوباره به یک ویدیو جدید. بعد از فکر کنم 10 یا 9 روز، ببخشید که این مدت ویدیو نداشتیم، درگیر بودم، شرمنده. خب همونطور که از تامنیل طبیعتا دوباره متوجه شدید، امروز اومدیم بهتون یاد بدیم چطور داخل جی تی ای مود نصب کنید و هر ماشینی که دلتون میخواد رو یا حتی موتور هواپیما اونجور چیزا داخل بازیتون بیارید. پس بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. خب آقا ببینید، شما برای نصب کردن مود داخل بازیتون بعد یک سری پیش نیازها رو از قبل روی بازیتون نصب کرده باشید که به مشکل نخورید، که من الان با هم قدم به قدم پیش میریم و اون چیزا رو نصب میکنیم. اول از همه شما باید این برنامه که اسمش اوپن آی وی باشه رو نصب کنید. میرید داخل اینترنت و سرچ میکنید دانلود اوپن آی وی و از اولین سایتی که براتون میاد این برنامه رو دانلود و نصب کنید. خب اما قبل اینکه وارد این برنامه بشین، 3 تا فایل من براتون قرار میدم داخل کامنت پین شده که خودم گذاشتمش. وارد اون لینک میشید و این 3 تا رو دانلود میکنید: گیم کانفیگ، مودرانر و اوپن آی وی. اوپن آی وی هم که بهتون گفتم دیگه، میرید دانلود و نصب کنید، چیز خاصی هم نداره، میتونید پاک کنم. گیم کانفیگ و مودرانر. بعد از اینکه اینا رو از کامنت پین شده دانلود و اکسترکتش کردید، من اکسترکتش بکنم. اسکرول بزنید. حالا اینا رو من از قبل اکسترکت کردم، یادم نبود. اوکی. بعد اینکه این دوتا رو اکسترکتشون کردین، این دوتا پوشه رو بهتون میده. وارد مودرانر میشیم، به همچین صفحه‌ای برمیخوریم. اینا چیکار میکنید؟ اینجا یه کنترل A میزنید و کپیشون میکنید. بعد چیکار میکنید؟ وارد پوشه بازیتون، جایی که جی تی ای بیتون نصب شده، روش راست کلیک کنید، اوپن فایل لوکیشن. وارد این صفحه میشید و اینجا پیست میکنید. به همین سادگی مودرانر نصب شد. این کارهایی که میگم حتما باید دقیق و مو به مو انجام بدید، ویدیو رو کامل ببینید، وگرنه بازیتون کرش میکنه و با مشکل عجیب غریب برمیخوره. خلاص وقتی که اینو نصب کردید، میریم سراغ گیم کانفیگ. ببینید اینجا یکم شاید پیچیده باشه براتون، ولی اونقدر سخت نیست. بخش اولش میرید به 4 تا فایل برمیخورید. اینا رو همشون کپی میکنید و توی فولدر بازیتون پیست میکنید. این از این اولی که گفتم این. اوکی. دومی هم میرید داخلش و بر اساس ورژن بازیتون باید اینجا انتخاب کنید. حالا سوالی پیش میاد این که چجوری ما ورژن بازیمون رو در بیاریم. دوباره روی فایل بازیتون راست کلیک میکنید، اوپن فایل لوکیشن. بعد اینجا خب بین این 3 تا روی جی تی ای 5 اگزه راست کلیک میکنید و پراپرتیز رو میزنید. اینجا روی دیتیلز کلیک میکنید، هم بخش فایل ورژن نوشته، هم بخش پروداکت ورژن. اون 1868 میشه ورژن بازی شما که باید انتخاب کنید توی گیم کانفیگ که مثل همون باشه. الان ورژن بازی من 1868. اوکی. اینجا یا همین آخرین رو انتخاب میکنید که آخرین ورژن گیم کانفیگی که اومده، یا اگر ورژنتون زیر اینه بعد برید از اولد ورژن پیداش کنید. اگرم میبینید که ورژن شما از این بالاتره، یا یه سرچ ساده تو اینترنت بزنید ببینید برای بازیتون ورژن بازیتون گیم کانفیگ اومده یا نه. اگر نیومده بود همین رو تست کنید، همین اولی رو. اگه اوکی بود، باگ نمیزد، کرش نمیکرد که هیچ. اگر نیومده بود باید صبر کنید گیم کانفیگ مطابق با ورژن بازی شما منتشر بشه. اوکی. الان مال من 1868 بود دیگه، باید برم از اینجا پیداش کنم. اوکی. 1868 روش کلیک میکنم و میام پایین استاک ترافیک مینز جی تی ای بیس، اگه نمیدونم تلفظش اشتباه نباشه، روی این آخری کلیک کنید و اینجا گیم کانفیگ مطابق با ورژن بازی شما به دست میاد. خب اینا اینجا داشته باشید. ما حالا باید بریم وارد برنامه اوپن آی وی بشیم. حالا اوپن آی وی رو باز میکنید. به وقتی که نصبش میکنید یک چند 20 مگی فکر کنم از اینترنتتون گرفته میشه تا برنامه نصب و دانلود بشه. وقتی که کامل برنامه نصب کردید و به این بخش رسیدید، بازی که ما باش کار داریم خب طبیعتا جی تی ای و ویندوز هست. روی ویندوز جی تی ای کلیک میکنید، میگه جایی که بازیتون نصب کردی و آدرسش رو به من بده. روی بروز میزنید و میرید توی حالا من درایو دی گیمز، این پوشه بازیتون رو بهش میدید. بعد که اوکی زد یعنی آره آقا بازی شما رو شناخته و بدون دردسر و این داستانا. بعد این پایین کانتینیو رو میزنید.
دوباره کانتینیو صبر کنید تا برنامه بالا بیاد. خب وقتی که برنامه براتون بالا اومد با همچین محیط و صفحه روبرو میشید، اوکی، اولین کاری که شما باید انجام بدید اینه که ادیت مود رو روشن کنید. یعنی شما هر وقت میخواید بعد این آموزش مودی نصب بکنید و وارد این برنامه میشید، ادیت مود رو روشن میکنید. اوکی، یس. بار اولی هم که میاد این روی این آبی ASI منیجر کلیک کنید. اوکی، بعد این سه تا برای شما میاد. این سه تا طبیعتاً برای هممون آبی، حالا این سبزه فکر کنم چون نصب کردیم با همون چیز مدرن رو سبزه. بعد میاد اینجا، حالا اگر این برای شما بود نصبش کنید. سه تاشو اینستال میزنید. یس، اینستال، یس. این از تمام دیگه، با اینجا کاری نداریم. بعد ما می‌خواستیم گیم کانفیگو که خیلی مهم بود رو و باید مطابق با ورژن بازیتون میبود رو نصب کنیم. میایم اینجا از همونجا اگه ورژنتون که انتخاب کردید میاد اینجا این آخری اینو کپی میکنید، گیم کانفیگ. اوکی، بعد شما باید برید داخل بخش آپدیت RPF. اینجا کپی تو مودز فولدر رو حتما بزنید. کپی تو مودز فولدر. بعد اینجا وارد کامند دیتا که شدید با همچین صفحه‌ای رو برو میشید. اوکی، با همچین بخشی اسکرول کنید که پایین میبینید نوشته گیم کانفیگ XML. این گیم کانفیگ عادی بازی شما هستش. خب این گیم کانفیگ انتخاب کردید مطابق با ورژن شما رو اینجوری میگیرید میارید اینجا و ول میکنید. حالا که یا میتونید کپیش کنید اینجا ولش کنید. بر صورت شما این فایل گیم کانفیگتون رو حتما باید اینجا کپی کنید. الان کارهای ما تقریبا میشه گفت با چیز تموم شده، با کارهایی که قبل از نصب کردن مود باید انجام بدیم تموم شده. حالا ما باید چی کار کنیم؟ مثلا من الان این ستایی که الان سلکتشون کردم سه تا ماشینه. خب شاهین و پارس و ماکسیما. اوکی، این ستا رو من میخوام نصب کنم. قبلش باید یه کار دیگه هم انجام بدیم که اون هم اسمش منیو ترینر هستش. اوکی، من بیارمش. این منیو ترینر رو میبینید، این هم لینکشو براتون داخل کامنت پین شده میذارم. وقتی که دانلودش کردید اکسترکتش میکنید، اینجا همچین پوشه بهتون میده. واردش که شدید این محتوای داخلش رو کپی میکنید و داخل پوشه بازیتون پیست میکنید. تمام. الان ترینر منیو هم نصب شد به همین راحتی. حالا چون من این از قبل نصب کردم دیگه دوباره این کار رو انجام نمیدم. آقا بعدش بریم سراغ دیگه واقعا نصب مود. حالا مثلا من یکی از این ماشینا رو انتخاب میکنم. سایتی هم که پیشنهاد میدن حالا ماشیناتون رو یا موتورایی که میخواید رو ازش دانلود بکنید mods GTA 5 با وی پی ان هم حتما توش برید که فکر میکنم فیلتر هستش. اونجا میبینید ماشین ایرانی هم داره، همه رو میشه گفت تقریبا دیگه. حالا نه ماشین ایرانی که جای ولی اکثر ماشینا رو داره. بعد شما حالا مادی هم که دانلود میکنید دقت داشته باشید یا OIV باشه یا ادآن. من ریپلیس اصلا پیشنهاد نمیکنم چون که جایگزین ماشینای توی شهر میشه. یعنی مثلا شما تویوتا سوپرا ریپلیس دانلود کنید، مثلا اسپان میکنید یکم میری جلوتر اینم تویوتا سوپرا داره، یکم هم گیمتون رو سنگین میکنه، افت فریم میگیرید، هم که زیاد جالب نیست. یا OIV دانلود کنید یا ادآن. بعد اینکه ماشین مورد نظرتون رو دانلود کردین روش، حالا ما با پارس شروع میکنیم. پارس ELX هم هستش. اکسترکت هیر رو میزنید، همچین پوشه‌ای به شما میده. بازش میکنیم. این فکر کنم OIV هستش. آره این یا OIV بود یا ادوان، دقیق نمیدونم. DLC.rpf. اوکی، اینو ما باهاش خیلی کار داریم. خب دوستان متاسفانه ما به دلایلی دوربینمون قطع شد، دوربینم شارژ تموم شد. متاسفانه ادامه آموزش رو بدون دوربین نمیشه. بازم شرمنده. بعد اینکه وارد بعد واسه این مودهای چیزه اینجوری فایلش این شکلی DLC.rpf داره تهش. اون ادآن هم که دیدیم فقط درگ میکنید داخل اوپن آی وی، بعد اینستال میدن، خودکار نصب میشه، کار خاصی نداره. ما آموزش مودهای این شکلی هم بدیم بهتون که اکثر مودهای این شکلی رو بهتره به نظر من. بعد اینکه اینو استخراج کردید این گوشه داشتینه، شما وارد اوپن آی وی میشید. خب
اول برای شما این وجود فکر نمی کنم داشته باشه. شما روی اول ادیت مودتون رو حتما روشن میکنید. من روشن بود فکر کنم، دوباره میزنم ادیت مود هم آن بشه. روشن کردید چیکار میکنید؟ آپدیت x64 DLC پک. وقتی اینجا کلیک میکنید اینجا با یک چیز قرمز رنگ، این محیط قرمز رنگی بیاد، یا اگرم نیومد قرمز رنگی بیاد بزنه کپی تو مود فولدر، یا اگرم نیورد اینو این روشن بود فکر کنم، یا اگرم نبود اینو یه بار درگ میکنید اینجا که بعد اونو بیاره کپی تو مود فولدر رو مود فولدر. اوکی، اونو حتما بزنید. بعد این حالا اینو ریختید، بعد حالا چیکار میکنید؟ کپی رو که زدید یه بار دیگه میاد داخل آپدیت، این دفعه update.rpf میبینید نمیشه شو این مود فولدر، چون من یه بار کپی رو زدم برای من شوه. برای شما کپیه، اینو حتما بزنید. بعد اینکه کپی رو زدید میاد داخل پوشه، میبینید این پوشه مود براتون اومده. حتما موداتون رو باید داخل اینجا نصب کنید وگرنه داخل بازی به مشکل میخورید. من رو مود بزنم آپدیت x64 DLC پک. خب بعد این پوشه که داخلش dlc.rpf هست رو اینجوری میکشید درگ میکنید اینجا. حالا من این کار نمیکنم چون چند تا مود هست و خود پارسی الیکس هم هستش. بعد از اینکه این کار کردید چیکار باید بکنید؟ دیگه با این کار نداریم. شما این پوشتون که اسمش هست نمیشه برای من پارس ELX. خب این اسمش رو حتما به خاطر بسپرید. بعد میرید داخل دوباره مود آپدیت، این دفعه update.rpf کامن دیتا. اوکی، به این بخش که رسیدیم چیکار میکنید؟ اینجا میگردید دنبال DLC لیست XML، روی راست کلیک میکنید، اینم حتما زده باشید ادیت مود که بتونید بازش کنید. بعد رو ادیت میزنید. اینجا چیکار میکنید؟ میاد آخر یکی از اینا رو چیکار میکنید؟ کپی میکنید. کنترل C. اوکی، یه اینتر میزنید، کنترل V. بعد بسته بر اون اسم مودتون، حالا مال من پارس ELX بود دیگه، می‌نویسم پارس ELX. این کارو که کردیم سیو رو میزنیم و حالا کارمون تمام شد و بعد بریم داخل بازی. حالا من این کار نمی‌کنم چون از قبل نصب کردم. اوکی، سیو رو بزنید و بریم داخل بازی بهتون نشون بدم مود. خب بچه‌ها، بعد از اینکه وارد بازیتون شدید، برای اینکه بتونید اون ماشینتون رو اسپان کنید یک بار روی F8 بزنید تا ترینر منیو که با هم یاد گرفتیم چطوری نصبش کنیم رو بالا بیاریم. بعدش بعد بریم داخل آپشن سومی از بالا، بعدش آپشن دومی، بعد آخرین گزینه اینپوت مدل رو این که بزنید دقیقاً دوباره باید اسم اون ماشینی که داشتید رو بزنید. حالا ما پارس ELX رو داشتیم، ELX دقیقاً اسم اون پوششه اکثر مدام. یه اینتر که بزنید میبینید که ماشین به راحتی بالا میاد و خیلی هم جزئیات داره. حتی داخل ماشین هم من بخوام بهتون نشون بدم، بذار میبینید که جزئیات ماشین همه چی داشبورد قدیم هم هست حفظ شده و خیلی باحاله. من یکی از ماشین‌های ایرانی دیگه هم که براتون نصب کردم نشون بدم. حالا خب اینم 206 GTI هست که من نصب کردم برای خودم. البته یکم تغییر شدم با همین ترینر منیو، یکم توش بگردید دستتون میاد به ترینر منیو. خیلی آپشن‌های خفن و باحالی داره و کلی میتونید ماشینتون رو دستکاری کنید، سرعتش و موتورش رو تو رخش اون خود مود داره و کلی کارهای خفنی. و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.